افشای راز بزرگ آریانا سعید و شفیق مرید. شفیق مرید از آریانا سعید چی درخواسته کرده است و جواب آریانا سعید برای شفیق مرید چی بوده است؟ شفیق مرید در کجا زندگی می کند و مصروف چی کار باره است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند محبوب، ملکه دلهای افغانستان و هنرمند سرشناس و میلیونی افغانستان است. آریانا سعید کارهای هنری خود را در سن جوانی با سرودن آهنگ دوگانه با جاوید شریف آغاز کرد. وی در سال 2009 کنسرتی را در افغانستان برگزار کرد و با سرودن آهنگ‌های محلی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت هنری خوبی کسب کرد. آریانا سعید با تلاش‌های فراوانی که داشت توانست 2 بار من حیث داور و 1 بار من حیث یاور در بزرگترین برنامه‌های موسیقی افغانستان اشتراک کند. آریانا سعید بارها آهنگ‌های اعتراضی برای دفاع از حقوق زنان کشورش سروده است. آریانا سعید را می‌توان یک تن از هنرمندان میلیونر افغان دانست که کنسرت‌هایش بازدید بیش از 10 میلیون نفر را دارد و قیمت بلیت هر کنسرت آریانا سعید بالای $200 آمریکایی میباشد. این روزها شفیق مرید هنرمند حماسه سرای کشور از آریانا سعید درخواست آهنگ دوگانه کرده است، ولی آریانا سعید این درخواست و پیشنهاد شفیق مرید را رد کرده است و نخواسته با این هنرمند حماسه سرای کشورمان آهنگ دوگانه بسراید. شفیق مرید در کشور امریکا زندگی می کند و مدت دیری می شود از کارهای هنریش دوری گزیده است. وی در افغانستان بنیاد خیریه و یتیمخانه برای اطفال بی‌وضاحت کشورش ساخته است. این کار آریانا سعید مورد نقد شدید علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.